سلام و درود به خدمت شما بیننده‌های عزیز کانال طنز نعیم جانو. خوشحالم که یک روز دیگر الله پاک ما توفیق داد که به خدمت شما باشیم. دوستای خوب نازنین، یک چند روز ما برنامه نتونستیم برای شما پخش کنیم به خاطر که کمک مشکلات بود. معذرت ما رو بپذیریم. انشالله از امروز برنامه ادامه داره و به خدمت شما هم نمایشنامه و هم گزارش انشالله تهیه میکنیم، به خدمت شما تقدیم میکنیم. بازم به فرمایش شما دوستا آمدیم به روسولی زیبای کروخ، یک قشلاقی که دو اسم داره، یکی زوریا، یکی به نام چاشورک. او شورک میگم، او شورک یعنی او شور بوده یک وقتی اینجا. این قشلاق نام داره و مردم مالدار نشین بسیار زندگی های محلی دارم اینجا زندگی میکنم. میریم داخل قشلاق هستیم، با مردم صحبت های داریم، رسم و رواج عنعنات مردم به تصویر میکشیم و شما خوشمندین که تا آخر برنامه همراه ما باشیم. کانال فراموش نکنیم، حتما سابسکرایب کنیم، لایک کنیم، شیر کنیم. ما به حمایت شما نیاز داریم، ما رو تنها نگذاریم. سلام علیکم، وندنا باشین. شتن کاکا میشه یک دقیقه پیش بیایم اینجا؟ اول شما خوبه؟ سعادتمندیم کاکا. جان شما جوره؟ فضل خدا، شما خوبه؟ زنده باشیم. اسم شریف خورم بگیم. خاک مولا عبدالله. خب کاکا جای خرابکاری داریم. بله. آخه مردم آبادکاری دارن، چرا شما خراب؟ نه این خونه نشست کرده بود. خب ها انا مایم دوبارگی سر برداریم، با دوبارگی بپوشیم. خب اینا خونه شیشتنه؟ نه خونه گوسپندی بوده. خب چند تا گوسپند کاکا هست داخل از این؟ یعنی داخل این گوسپند خونه از ارباب صاحب مونه. این قلم به نام شوربک گفته میشه، قلعه زوریا دهنه. بفهمیدی؟ یعنی خب بشینیم یک دقیقه. کاکا اشتنه که این 3-4 اسم داره قلعه شما. بله 3-4 اسم. شوراوک. اسم شوربک بوده نه؟ شوراوک. شوراوک بوده اول اسم اوی شور کامین و بالاخره باز همین نام گذاشتم قلعه زوریا. خب دهنه پشت بند. کاکا جو جان چه نفوس اینجا زندگی میکنه؟ نفوس 80 خونه اینجا زندگی میکنیم. نام خدا. بیشتر هم شاید باشه. امسال کل نام خدا بسیار یک سال برابری بود. چرا این منطقه شما خشکه؟ یعنی ما همیشه وقت سولار داریم اونجا نه؟ ذخیره او داریم و با پشت قلعه از آب پرسان میکنی. از این کوه چریت خشکه اینجا؟ کوه دیگه کوه بارش خیلی نکرده بوده؟ بارش خیلی کرده، باران خیلی کرد، جرابیام و سیل بکرد. اینجا استاد نداره، او میره به بند میره. راست میگه. بسیار خوب. چند ساله کاکا هستیم؟ ما خودم هم سال 76 تم کاکا. نام خدا. خوب تکرم هستیم الحمدلله. مستفید هم کنه شدیم. بله تبارک و تعالی ان شاء الله. شکر. کاکا جان میشه یک خواهشی بکنیم، یک 4 بیتی بخونیم؟ 4 بیتی بلد نیستم کاکا. ربعی میتونیم بگیم؟ یعنی از کتاب به شما میگم. خب ربعی نمیتونیم بگیم ها؟ یعنی روایی شما همون است سکو، یعنی شیر ما میگیم به لفظ عرب. خب یک شیر کوتاهی کو بگیم؟ شیر کوتاهی بگیم. خب موی سیاه گشت سفید، جاسوس مرگ آمد پدید، برکن از این دنیا امید، آخر چی خواهد شد تو را؟ ای بنده ز احوال خود فکری بکن بر حال خود، منزل بدی دشوار خود، آخر چی خواهد شد تو را؟ زیر زمین پنهان شوی، در چاه و در زندان شوی، قوت و هم ماران شوی، آخر چی خواهد شد تو را؟ فریاد از اون زمانی که در خاک شوی، از دست گنهباج گرین چاک شوی، خاکا بود و نار شد، شیطان به استکبار شد، آخر چه خواهد شد تو را؟ یعنی 1000 سال هم که عمر کنیم خود شما بازم رفتنی هستیم. کاکا خداوند شما رو عزت بده، 70 چند سال دیگه خدا به شما عمر بده. واقعا امرای ایمون کاکا جان، ما شما بیش شک داریم دیگه. بله کاکا یعنی برای خود عدل بریم به رای مسلمانی، برای قرآن. شکر هم انسان ها مسلمان ها همه تشکر به رای راست روانم. بسیار تشکر از شما کاکا. بله خوشحال شدیم. خدا نگهدار کاکا. چشم علایارشون به خدا میزبن. چاش خود ما بسیم برادر. خیر بینیم. دوغ هست، دختروش همه چیز هست. خیر بینیم.
دوستای خوب نازنین، بازم خوش آمدیم به ادامه برنامه. در کنار اجی کاکا هستیم که اینا خور معرفی میکنم. سعی کنم که کاروبار از اینا چیه، چون اینجا مالداری نام خدا زیاد دارم از این منطقه. کاکا مونده نباشی. سلام علیکم. اول شما خوبه؟ شکر. مریض خستی کنیم؟ نه ما 2 بار میمیریدم. 2 ماه میشه. خدا شفای بده. کاکا جو اسم شما چیه؟ زایر. خب چند ساله هستیم کاکا؟ شاید 70 باشه. 70؟ بله. خب چند اولاد داریم کاکا؟ 5 اولاد داریم، 2 تا 7 نفر خانواریم. خب 7 نفر خرج خوریم. بسیار خوب. کاکا جان از مالداری چی داریم؟ چند دونه گوسفند داریم؟ مالداری چی ندارم. هیچی نداریم. خب خرج زندگی را از کجا در میارین کاکا؟ همینطور مزدوری حیرونی پیدا میشه. مسلمان ها با شما کمک میکنن؟ خب بچه هم خود شما شریک هم یا جدایا؟ بچه هم خورده، بچه کلون 7 ساله. بچه کلون شما 7 ساله؟ دیگر 2 تا دختر داره. آها کلن پسر و دختر چند اولاد داریم؟ 7 5 تا اولاد داریم، 2 تا خودمون 7. دستیاره نداریم؟ یکی که 19 سالش هم میاره. یک بچه 7 ساله داریم. او که دستیاره نشده کاکا؟ همین مجبور مخیل برم. خب اینجا دایمی چیزی یا زمین چیزی هم داریم؟ ما نه هیچی نداریم. هیچی. خب خدای پاک شما را عزت بده کاکا. آمین. تشکر از شما. خدای پاک شما شفای بده. هر مسلمان خدای عزت بده. تیار خوشحال باشیم کاکا. خوشحال شدیم وقت خود به اختیار ما گذاشتین. تشکر. سلامت باشین. کاکا جو مونده نباشین. سلامت باشین. اول شما خوبه؟ خوبین. شما تیارین؟ سلامت باشین. زنده باشین. کجا ما هستیم برین کاکا؟ بیا نونتر آمد. خب 4 تا گوز دارین؟ چند تا گوسفند دارین؟ 10 تا دارم. 10 دونه. بله. خب دونه چند قیمت داره؟ 5000. 5000. خب زمین هم دارین کاکا؟ نه زمین ندارم. هیچی ندارین؟ هیچی. کارگریه. خب بوزا شما شیریه؟ 4 تا شیریه. خب روز چند کیلو شیر میده؟ 1 کیلو شیر میده. میخوریم یا میفروشیم؟ میخوریم با فروختن نمیرسه. خب کاکا گرموس هم دارین؟ نه گرموس دیگه سالوار نمیشم چای شما بچه‌ها میخوره. خب کاکا همین شتورا چرا پیدا نمیشه؟ شتورا یک وقتی بود که مالدار کوچی بود. خب بار میکنیم از کوب از جر بجر. حالا که اینجا افتاده که راه شد داری گم کنیم بفروشیم. شما کوچی نیم دیگه؟ نه مال جایی شده. خب چند سال میشه اینجا زندگی میکنی؟ 40 سال. 40 سال. کاکا اصلی خواه کجایی؟ ولسوالی کروخ. خب همین جان خود کروخه دیگه؟ خب دیگه همین جان ولسوالی کروخ دیگه. خب جان کروخی. بسیار خوب. کاکا میشه شما خواهش کنیم یک قدم پیشتر بیاییم؟ یک چهار بیتی بخونیم. اگه بلد بودی میخوندم. بلد نیم. غزل بلدین؟ نی غزل بلدم نم چهار بیتی. ربایی میتونیم بگیم؟ هیچی از این کواک فارغم. فارغی. گوشتی بلدیم بگیریم؟ نه بابا فیلم هرد مرده لنگی من گوشتی گرفتم. خب اولادا کدوم کم از شما از اینا؟ انمی. پسر شما نه؟ بله. پسر خورد یا کلون؟ پسر خورد. چند پسر داری؟ مال خدا 3 تا. خب چند دختر دارین کاکا؟ 4 تا. خدا ببخشونه. یک عروسی داشتیم؟ بله. کاکا جو وقتی که شما عروسی کردیم بیاد شما هسته که نه ما خورتی که بودم. میفهم. سن بازی که بابا نمیشد. میفهمم. اختلاط کو بکردم اجی آقا شما که چند پیشکش شما بده؟ بله چونی بودم. علی شونی. بله. خب چی غذای دادیم به مردم عروسی خو؟ یک دو گوسفند بکشین شوروا کردیم. شوروا. بله. کاکا چند سال میشه که شوروا نخوردیم به محفلا؟ خیلی سالا. بعضا فامیلا جوک مرس از شوروه بعضا پلوه حال شرایطا دیگر غم شده. راست میگی. شرایطا دیگر غم شده. شوروا بیتر نبود؟ بیتر بود. هم خیر بود هم برکت بود. راست میگی. خیلی خوب بود. تشکر از شما کاکا. خوشحال شدیم. تیار باشید. خوشحال شدیم. خب دوستای خوب نازنین لالایی که مشاهده میکنیم اینا فکر کنم چاپونه درسته؟ بله شوفین زیاد کردم. خب چند دونه گوسفند داره به اختیار شما هست؟ فلانی رامو که بنام چپون دیگه. شما نیم؟ نه ما سر چپون نیم. 3 نفره؟ نه
دو نفر شدیم. خب شما حال چه کار میکنی؟ مال فلان بیکاریم. یک ماه برج شیشه نیم هزارم شیرمست بودن دیگه چپونی ندارم. برج شیشه نیم هزار. او یک ماه برفتم. خب چرا یک ماه رفتیم؟ دیگه مسار نشد دیگه. با خوش گفتم ما بیکاریم خود مدرم مالا کنیم. خب گوسفند چیزی هم به شما بدادم؟ نه گوسفند ندارم. خب دیگه چی کار بار داریم؟ ملک چیزی داریم اینجی؟ تو سه چهار درو کردم. 2000 طلا منو توان نداد تا کریو خلات کنم. کریبیه درو کردی؟ سه چهار درو کردم. خب روز چند ولی شما افتاد؟ روز 300 میدن. 300. شیش رو درو کردم 18 صد مولیم دیگه کی بدم. خب نگفتن کی میدین پول شما؟ میره شاید می کری بره خلات کنم میره. دیگه کار فلان دیگه گنج منجم میره مولا خودم یاری میفروشیم. خب دیگه میاد دیگه خونه و میایم غلا حساب کنیم زندگی میکنیم. خب غله کداریم؟ غله خوب غله او. خوب غله برابر یا منتها میفهمی فکر کنم شما به خونه خوب کولر چیزی هم نداره. نه میتو گرم کنم هر چی فکر کنم. خب گرم کشته کو سر کو اینجا کو خونه که یک باد باشه خوبه نه باشه نه. خیلی جا فیکس یعنی جا خوب جا خیلی جا برابریه. جای مولدریه دیگه. اصلا میفهمین هم یک عیبی داره که اینجا کمک که به بعض دیگه کوه خشکتر هسته. خوشتر و بله. درسته؟ بله خوشتر. خیلی لذت میبریم. اولادکا شما اینکا اینجا جایی هسته که مکتب چیزی بخونن؟ مکتب دیگه من درس دینی میخونم. خب زمستون که میشه با دیگه غیری و معلم میاد اینا درس میده. خب مثلا به هر نفر به هر برج 100 روپیه ما میده. خب هر باشی مثلا 50 تا 60 تا شه. بعد از یک متعدد بسم دو حق میدیم میره. اون معاش کنه دولت هم میگیره بازم ما میده کم بشه. دیگه چیز یاد گیرینو. با یک پیشین اینو میره درس میخونه. پیشین درس دینی به پیش مدرسه میخونه. خب بسیار خوب کار نیکی میکنم. تشکر از شما بسیار تشکر. دوستای خوب نازنین بازم خوش آمدیم به ادامه برنامه. خدا کنه که از این قشلاق زوریا که 200 تا اسم داره لذت برده باشیم از برنامه امروز. واقعا ما به یک تپه کوی هستیم که شاید به برج سرک 500 متر این کوه ارتفاع داشته باشه. خیلی جای زیبایی از حساب زندگی. واقعا بهترین زندگی میشه یک قلعه که مقبولی به داخل دره هست و این مردم مالدار نشین اینجا زندگی میکنن. از جوانان پرسان میکنیم سعی کنیم چه کار میکنم. مالداری دارم، کشاورزی دارم، باغ کو اینجا پیدا نمیشه. لالا مانده نباشین. سلام علیکم. اول شما خوبه؟ سلامت باشین زنده باشین. اول کو اسم خود بگیم ما. قاری رمضان جان احمدی. خب کاروبار شما چیه؟ چی کار میکنید؟ کاروبار ما فعلا مالداری. بله. چند تپه گوسفند میبینیم تقریبا 7-10 جا بیشتره. گوسفندا اینجا خو کرده. چند دانه خود شما گوسفند دارین؟ خود ما فعلا یک 10-15 تای داریم خود شخصی. 10-15 تا. فعلا به 3 تپه گوسفند خو کرده. به محیط منطقه زوریا مربوط ولسوالی کرا. خب گوسفندا اینا که گوسفندام خیلی مال شاید 3-4 هزار گوسفند باشه. شما 10 تا دیگه ایتنه برادر از همه مردم. برادر عزیز این جگه هست که نسبت 70-80 خونه. بعد این مردم کلا هر خونه 20 تا 30 تا 50 تا 100 تا این رقم. ایتنه که همه برابر باشه. یکی 50 تا داره، یکی 20 تا داره، یکی 100 تا داره، یکی 20 تا داره این رقم. خب اینا رو چرا این بازار اینجا بسته کردین؟ اینا رو به خاطر از اینکه شیران هم میدشم. سیاسرا میدوشم. بله. خب روز چند کیلو شیر میده هر روزه؟ دیگه اینا بستگی به علف داره. علف خیلی بخوره سرش بیشتر شیر میده، که نخوره سر نباشه کمتر شیر میده. یک بوز مثلا چند کیلو تا چند کیلو یک بوزی که خیلی سر باشه 1 کیلو شیر میده. 1 کیلو. بله. خب این میشایشته؟ میشام متوسط از اونایه. خب بره هم داریم؟ بله این محیط منطقه بره هم داریم. برای گوشتی؟ برای گوشتی هم، برای نرم داریم، برای مادم داریم. او برا دونی چند نمیخوایم او دورنگ هسته؟ او دورنگ هسته اونو بره نیه بجم نوبند میگن. اون کمال امور به گنج استاد کنی 7000 7000 قیمتی. خب ایلا اشته گیرون. به خاطر دیگه امسال علف سال مال گیرانه به گنجا. خب آخه امسال عید قربان کو
بازم خوب بود به تشر گوسفند خیلی عید ارزان. قربان ایت بوده که اول عید خیلی گرون، باز امارات اسلامی اعلان کردن وزارت داخله که بعد نخرو کمپین بیاد که بعد توان قربانی بکشه. بسیار خوب. گزار زندگی شما اینجا میشه؟ الحمدلله و دعای شما. چه گذر لذت میبریم از این منطقه کوه، از این جای زیبای دیدنی که خیلی جا بلنده، تمام شهر بازار کروخ و قشلاقا اینا همه به زیر پا شما نه. فعلا برادر عزیز از وقتی که می بند پاشنه بسته شده و یک سایه اقتصادی برای مردم شهروندان شهرات خصوصا این منطقه بالا بلوک و پایین بلوک و یک سایه تفریحی هم است. ما بسیار لذت میبریم از این محیط واقعا منطقه. جا برابریه. بله. تشکر از شما برادر، خوشحال شدم. خیر بینید، تشکر دست مادر نگران، خیر بینید. زنده باشید. تشکر از شما. سلامت باشید. حالا جو مونده نباشیم. سلامت باش. اول شما خوبه؟ الحمدلله. شما خوبی؟ زنده باشیم. اسم شریف خود با ما بگین. اسم شریف ما زلمی. خب زلمی جان، از این گوسفندا چند دونه شمانه؟ از اینا 30 تا. 30 تا. بله. بوز یا بره؟ اینا 30 تا میشه. میشه. دونی چند ارزش داره اینا؟ اینا دونی 7000. 7000. بله. 30 تا 7000 2,10,000. خب زمین چیزی هم داریم؟ نه زمین نداریم اینجا. خب همین خرج زندگی شما کجا در میاریم؟ از کارگری در میاریم. یعنی میریم به شهر؟ میره کار میکنیم، به ایران میریم یا به شهر میریم. خب بالاخره از کارگری در ایران. میاریم. چند دفعه به ایران برفتیم تا حالا؟ متوالی 8 دفعه. خب 8 دفعه. خب اینجا ملک چیزی نیه از خود شما؟ نه از خود ما نیم. اجاره هم نیه؟ نه اجاره هم نیم. چرا اینجا اصلا زمین پیدا نمیشه؟ هست اون پشت که هست اونا زمین دیمه. خب زمین در رود که هست و پشت اونا دیمه، باز اونا رو کشت دیمه ما کش میکنیم. خب بسیار خوب. اینجا قبل بزنین که مردمی بیشتر فکر کنم که مالداری نداره. ها بیشترش مالداری. کار غریبی و مالداری. کار غریبی مالداری داریم اینجا. خب چه گذر از اینجا لذت میبریم از این منطقه زندگی میکنیم؟ زیاد لذت میبریم. ایت شده باشه که فلاکس چای وردشته باشیم یا یک جک دوگه اینجا کو بلند بازم بزرگ کو بلندتر رفته باشیم. بله ها. چکر میزنیم. ها میره چکر میزنیم. موقع سرسبزی میشه میره جای خوب میریم. خب بسیار خوب. برار زمستون اینجا ایشتنه. زمستون سرده دیگه. سرده. بله زمستون باید به تمیز یخ باشه دیگه. چرا با برعکسه؟ دیگه اینجا به وجه شرق سیر میکنی اینجا بازم یختره. یعنی گرمی قدر گرمی اینجا خیلی تاثیر نمیگذاره. بسیار خوب. درس هم بخوندیم؟ نه نخوند. هیچی؟ هیچ. پشیمون نیم؟ چرا پشیمونی؟ راست میگه. خب متعلم یا خونه‌دار؟ متعلم. چند وقت میشه؟ من 7 سال میشه. 7 سال. چند از شما خصوص شما پیشکش گرفتن؟ از ما 5 لح. 5 لح. بله. جایزه هم دادم شما؟ بله جایزه هم دادم. خب فکر کنم شما مردم رسم دارین که یک جایزه خوبه مثل قلین دستی و گلیم و مچم چی و بله درسته؟ بله. خب یک شبی یا یک روزی رفته باشیم به خونه خسرو خو هیچی نبردیم میوه دونه شما را از سرا بیرون کردن؟ نه از ما گپانیه کردن شما بند؟ کردن. یک چهار بیتی بخونیم. چهار بیتی یاد نداریم. نون خورداری یاد داریم؟ نون خورداری. بخیر باشیم. بخیر باشیم. دوستای خوب نازنین، جوانا اینجا دارین که بچه ها برابری هم هستن منطقه متاسفانه ما چرا یک غزل یک چهار بیتی نمیخونم یک ربعی نمیگم خجالت میکشم میگم مردم میبینه میشه بگم کم و زیاده هیچ مشکلی نداره. هر خوندنی که شما میکنیم بیننده ما به کشورها خارج شما را مال میبینم خیلی لذت میبرم. شاید فامیلا شما باشه همسایا شما باشه دوستا شما باشه
یک خاطری تازه میکنم. یک اول که خود معرفی کنیم، رو خود بزرگ کنیم، دیوم از هم یک 4 بیتی به دوستان ما تقدیم کنیم. سلام علیکم. من اسمم حکمت الله خوب خیریه زوریا صاحبان پشتون. خب دیگه چند وقت شما تو تشریف نیارده بودین. راست میگن. امروز که به خیر خوشی بیامادیم. خب حالا یک خوندنی بکنیم. خوندن وقت شهرونده چی اصلا بلد نیم. ها دیگه چند تای بچه بلد هستن اونم امرو نیه دیرو خیلی شلوغ بودن. شلوغ بدا. امرو به گنج بر رفتن. از این رمه چند دانه گوسفند شما نه؟ این رمه 15 تا است. 15 تا. بله. خب چی کاروبار دارین شما؟ کاروبار دیگه مالداری دیگه ما فقط همین ایران که بود دیگه سال به 12 بیرون بودیم. سال به 12. پاسپورت یا قوچیقی دیگران کجای بند شد دیگه اینجا بیکاره. خب گپ بزنین که ازدواج بکردین؟ بله. خب چند وقت میشه؟ تقریبا 5 سال میشه. 5 سال. بله. خب به عروسی خو مردم شوروا دادیم یا پلو؟ بله. چند نفر خبری داشتیم؟ خبری یاره 400 نفر بود. خب ایت خصوص شما بگفتن که مگرم حتما به میت جای یا مثلا یا هموگذر بعد از طرف ما باشه خبری بعد شما ایت ظلم کنه کرد؟ نه ایت کاری است که بالاخره رسم اینجا همونه که بعد این مردم بعد دو وعده موندی. دو وعده؟ هم شما بیدی هم چاشت. چرا؟ دیگه رسم همینه. تو ببینم سال هم تقریبا همین سال تیر شده بچه رسی کرده میتونی. هم نون فرق نمیکنه هم یک رقمه؟ هم یک رقم فقط شما اون رقم بدی چاشم رقم بدی. بها دیگه 300 400 نفر خبری هسته. انگار کنه 800 نفر 800 نفر میشه. بله. راست میگیم. بسیار خوب بسیار خوب. خوشحال شدیم برای ما دیدن شما. تشکر که وقت به اختیار ما گذاشتیم. زنده باشین. سلامت باشین. تشکر از شما. زنده باشین. دوستای خوب نازنین بازم خوش آمدیم به ادامه برنامه. خدا کنه که امروز از این قشلاق زوریا لذت برده باشیم. بسیار برای ما که واقعا خوش تیر شد امروز همین چند ساعتی که میشه آمدیم چون بسیار مردم میمون نوازی هم یک جوانای برابر موسفیدا همیته حتی می طفلا در کنار لالا هستیم که اینا هم خور معرفی میکنم. اول که از اینا پرسان میکنم سعی کنم به یک کشور فامیل دارن که از اینجا یک سلام باز بزو دوستا خود تقدیم کنم. مونده نباشین. سلامت باشین. اول شما خوبه؟ زنده باشیم. سلامت باشین. اول نام شریف خود بگین. اسمم معروفه. خب لالا معروف شو کاروبار چیه؟ فعلا که شهر کاروبار داریم. خب بسیار خوب. اینجا مالداری چیزی هم داریم؟ بله یک دو تا گوسفند داریم. خب گزارش زندگی میشه؟ خدا را شکر الحمدلله. خب. اینجا دیگه حاجت به ورزش نداره که شما مردم مثلا ورزش کنیم. بازم بالا میشیم همین کوه بالا میشیم. ما از خودتگی میتونیم تصمیم ورزشیم دیگه. خب شو روز به کوه رفت آمد و بالا بهی ورزش ما همینه. خب به کدو کشور فامیل داریم؟ اگر فامیل داریم به فامیلا خو یک سلام میته. خدا را شکر هم فامیلا بم دیره ما همیشه. به ایران هم نیا؟ نه فعلا نمیشه. خب بسیار خوب. برار چند سال هستین؟ تقریبا شد 25 باشه. 25. مکتب بخوندین؟ نه تا نرفتیم. مسجد رفتیم. خب مسجد کو بعد بریم. مکتب چی نرفتین؟ پشیمون هستین؟ آشتنی. فکر کنیم رفتیم به مکتب به صنف 10 و 11 و 12. نیت شما بود که چی بخونیم چه کاره بشیم؟ نیت بده که گزارش زندگی رسیدگی باشه به زیالت پریشونی و بدبختی الان کارگری به زیالت و راست میگه خیلی سخته. گزارش زندگی سختی میشه. واقعیت میتونه راست میگه. خدا کریمه. درس و تعلیم و بالا پایین خیلی خوب آدم. درس خوبه. بله. بسیار خوب. تشکر از شما که وقت خود به اختیار ما گذاشتیم. بسیار تشکر. زنده باشید. قربان شما. دوستای خوب نازنین از شما یک خواهش دارین که کانال طنز نعیم جانو رو حمایت بکنین، سابسکرایب کنیم، لایک کنین. اصلا شما ما رو فراموش کردیم. ما آمدیم به منطقه
دور افتاده باور کنیم به یک کوهای بالا شدیم که این موتر ما اول به فرغون جمع نمیشه، دیوم ازی هم به بسم الله بزیم مسیلا من که اگه خدای نکرده بعض جا یک ملاق میخورد دیگه میفهمید دیگه گپ خلاص بید. خاص به خاطر شما که لذت ببریم از این مکان خود دیدن کنیم، از منطقه خود، از مردم خود با عزت باشیم. وقت برنامه به پایان میرسه، ناگزیریم با شما خداحافظی کنیم تا به فردا شب که کجا نصیب و قسمت باشه. شما رو به الله پاک نازنین میسپاریم. به خیر باشیم، با عزت باشیم. خدا نگهدار.